معذرت میخوام یک کلمه. و اون این است که بسیار از امواج وقتی جزیره ها پر شود موج تخریب میکند و لذا آنانی که میخواستند موج بیاید تخریب جزیره کردند، افراد پای قرص معتبر را بی اعتبار کردند. حالا میگویند چرا سکوت میکنند نخبگان؟ سکوت نکنند چه میکنند؟ آبروشون را میبرند. و این روایت از امیرالمؤمنین بشنوند اونهایی که نخبه هستند و سکوت کردند و خون دل میخورند. امیرالمؤمنین فرمود لا تفضحوا انفسکم لتشفوا غیظکم و ان جهل علیکم جاهل فلیسعه حلمکم. وقتی که شما خشمگین میشین واسه تهمتایی که بهتون میزنن، خودتون نگه دارید، با حلمتون خشم خود را فرو برید، سکوت کنید. لذا خیلی هم میگن چرا کی سکوت کرد؟ باید سکوت کند. با یک جایی روبرو میشود که هرچی بگوید بدتر میشود. و لذا اینجا عرض میکنم باز هم اگر میخوان آرامش برگرده، دین مردم را همانند اول انقلاب از رجال علمی دینی، از حوزه علمیه قم، از مدرسین دیندار، از پایه‌گذاران علم و فضیلت، از جایی که مثل این آقا محاسن سفید کردن چون سالا قم تشکیل شد، من دستی آقا رو ببوسم. اینها باید معالم دین را بگویند. استاد دانشگاه برای ما عزیزه، او میتواند مثلا ریاضی مطرح کنه، او دین را باید از اینها بیاموزه. تا وقتی دین را ما ولو کنیم که هر استاد دانشگاه به عنوان دینداری به مردم بدهد، روزگار همین است، بدتر از این هم خواهد شد. باز عرض میکنم باز هم دین باید از روحانیت، از مراجع تقلید، از بزرگان، از رهبر، یک کسانی که دین میشناسن باید بشه. امام یه روزی فرمود که منافقین آمدن پیش من دیدن همچین صحبت میکنن مثل دینش از منم قرص‌تر. یه حرفا هست الان هم باید بدانید. ولی خب آقا اونطور که آقای حائری گفتن به هر حال یه دانش آموز 12 سال میره مدرسه، چند سال میره دانشگاه، اگر دین رو از معلم‌ها و اساتیدش یاد نگیره معلم‌ها باید از اینجا بیاموزن، کتابا باید از اینجا. من نمیگم که از خودشون حرف نزنن. ببینیم از خود مغرض مثلا ریاضی وارد کنم، من مسائل هندسی وارد میشم، خودم بد کاری میکنم. من بله دین رو باید بیاموزن، از حد مادر باید بیاموزن، پدر باید، اما از کجا بحثه؟ بس این نیست که از این اگر جای معتبر باشد دینداران کالجبل راسخ میمونن. همین الانم هر که مونده، هر که آرامه دینش از اونجا گرفته، هر که غیر آرامه از جای دیگه میگیره. که مشکلم اینجاست که آتشی است که همه جا را میسوزاند و خدا نیاره. اما در ایران بازم من میگم راهکار خیلی آسونه، بی خودی لقمه اینجوری نچرخونن، راحت میشه از خبره و آدم عاقل بپرسن. بعد جهت اطلاعاتون هر چی پیش آمدی شده به همه آقایون نامه دادم، تو رادیو تلویزیون نکردم که نکنه فتنه بشه، بعضی عقلم نصیحت کردم و تذکر دادم که حتی اخیراً شو فرمود از 100 سال اخیر هیچ دولتی متشرع تر از من نبوده، این برای من بسی گران آمد. یعنی در زمان حضرت امام قدس الله نفسه الزکی به اندازه این دولت متشرع نبوده است. این مسائل سنگین بود، ولی بیش که نگفت. نامه دادم، عذرخواهی کردم، شب قدر است میخوام شما را دعا کنیم انشالله از این حرفا دیگه نزنه، بشینه یه چیز در دایره خودتون صحبت کنید. همینطور آقای مشایخ در دایره که میفهمه صحبت کنه. اگر مازاد اون صحبت کرد مشکلات به وجود خواهد آمد.